بچه‌های گل امروز اومدیم یه بازی خفن به نام Five Nights at Freddy 2 با مودش رو اصلاح کردیم. بچه ها ببینیم چی داره. دیسپلی مود. بله چه مودی داشته باشه اینطوری آجه سخت میشه. نه اینطوری فرنچ ثبت لنگویج داچ انگلیش بهترینه. راست جمپیس آقا ول انگلیش میذاریم. معلوم میشه انگلیش هم میذاریم. کنترل هاشمون داداش کنترل هم میتونیم بذاریم. 160 میذاریم. بخو میذاریم کانتن. ببینیم این چیه. خب بی 4 pound داداش من مودو مگه دست نکردم. چی میگی واسه خودت؟ رود مپ اونو میذاریم. فست نایت بچه من گذاشتم اون من سریع مثلا نایت تموم میشه. یه 6-7 دقیقه است. اگه بذاریم فست نباشه 10 دقیقه مثل واقعیشه. خیلی طول میکشه. واسه اینکه ویدیو هم کم بشه فست رو میذاریم. ساخت بالتر میشه. لیمیتد پاور اونو میذاریم دیگه. خب معلوم. خب بچه شب دوم بریم یا شب شیشم؟ بریم شب دوم. بچه شب اولش خودم رفتم با شب اولش هم باز دیگه سخت بود. بچه تو کامپیوتر چرا فاکسی شب اول میاد؟ مودش اصلا جالبی نیست. در ضمن بچه اینا تکون میخورن نشون میده. مثلا میاد اینجا نور داره مثلا میگه اینجاست دیگه. نمیخواد بریم اونجا چک کنیم. مثلا بدون مودش نمیدونم مثلا بانی اگه ایشون تکون بخوره این بانی تکون بخوره نمیدونی کجاست. مثلا اینجاست همه جور باید بگرد ولی این میگه کجاست. اینکه عکساشو میگه یعنی بانی تکون بخوره بیاد اینجا خودش میگه داره اینکه بری نگاه کنی میگه. بذار شروع بشه تو شاید زود هم خیلی زود شده بچه یه بعدی که هست. خب پین سرعت نور تمام میشه چیزش. خفه شو آقا نمیشه این خفه شه. اسکیپش کو اسکیپ نداره. دو سرعت خیلی زیاده. خب چیکار نکن چیکار نشون دادن what the fuck is this دادا. چقدر زود سوهری حرکت میکنی. برو گم شین. من خوصلتون ندارم. غلط کردم گفتم. ها؟ what the hell is this. بهتره سریعتر ماسک بذارم. چون چیکا الان میاد بچه چیکا قرار بیاد. خیلی سخته. سپاگتی مافو کدوم میشه یا فرس بیچاره. یو کجا اومدی؟ یک لحظه من برم نکنم. یا وای این اومد. این تخم سگ امیرانی لعنتی اومد. بدم میاد با چیو میگرفت. من چه گویی بخورم خدا میدونه. یا کوفت شکل احمقت. اینو باید چیکار کنم بابا؟ فاکسی اومده بود بچه ها. اینک باتی همو گرفت. بچه ها تو کامنتو بگی اینو باید چیکار کنم. میاد
اینو خر میاد فریج اصلیش میاد. من نمیدونم فریج با اصلیشو 3 بار تو عمرم بازی کردم. یه بار تو مدرسه ما تبلت داشتیم بازی کردیم. خیلی تنفسه. ساعت 12 بچه هیچ کس تکون نمیخورد. ساعت 1 بشه تکون میخورد. ببین پاپیو من اینو چیکار کنم؟ حیوانو چیکار کنم با چون دزده؟ چیکارش کنم واقعا نمیدونم. خب این ربات ها انشتنگ نمیده. باید این موقع سخت پاله ربات ها رو اینجا گذاشته. وای تنها کسی که باید حواسم باشه همین اولاغه. پاپی منگل کجاست؟ منگل تکون منگل. اوه واسه این چیکار میکنه آجی؟ این چیکار میکنه؟ این باید چیکار کنم من؟ اینقدر نور بزنم کور بشه. چیکارش کنم من اینو؟ نمیدونم. بزنم پر کنیم. فقط باید سر اون تبلت باشه. دادا خیلی بد ساعت زیاده. این من چیکار کنم حاجی؟ من این لعنتی چیکار میکنم؟ باتری دزدر چیکار کنم؟ نکنه باید اینو سر بزنیم ببینیم. منگل یا که فاکسی انقدر باید اول نور بزنیم تو چشاشون بعد تری بذاریم ماسکو. بله همونطوری بود. های منگل سکون خورد. وای اینو پاک کنیم. اینو چیزش کنم. چیه منگل؟ اینو باید انقدر توش نور بزنیم بعد ماسکو. گم شو دیگه. اونجا اومد. منگل تکون بخوره یعنی اومده. هیچ ایده ای من ندارم. منگل چرا اونجاست؟ وای فاکسی برو گم شو. اومد نمیدونم 5 ساعت باید دووم بیارم. خیلی سخت بود. خیلی سخت بود. چی شد؟ چی شد؟ مردم. من ربات شدم. چرا فناف یکیم؟ چی شده؟ بچه چی شده؟ فناف یک چرا بود یازه؟ چرا ربات شده بودم؟ یازه ربات شدم. دادا تکون بز آقا بذار ساعت حداقل 1 بشه. آقا آدم باش. آقا من قربونت بشم. آقا آدم شدی. دادا پاپی سرعتشو کن. خیلی سرعت پاپی زیاد شده. سرعت نور میاد.
خفه شو. خب رفت. باجی پاپی خیلی سرعتش کم میشه، زود کم میشه سرعتش. حالا اینکه فست فکر کنم بازیو کردیم اینقدر سرعت زود کم میشه. این فاکسی لعنتی میاد اسمش فداره که خودش هم خیلی بی‌تربیته. رفت. اینجا چیکار اینجا 2 نفره اینجا این خر وایسادن. وای پاپی رو باز کنیم. باشه یعنی پرش کنیم. شو دادا کارمون تمومه. کارمون تمومه. وای اینه چه کاره؟ از واسه فوکسی هم بغلشه. بذار فاکسی فقط بره. بعد جور روزمون بده. که اوضاع از این بدتر. 3 نفری پشت سر هم. داداش دیوونه. 3 نفری پشت سر همن. ایشونه. وای چیکار اومد. یه چیکار اومد. صاحب چرا نمیاد بسام. فکر کاشت. آجی چیکار مگه اونجا نبود؟ چیکار پس داشت میکرد؟ قرار نبود مگه یزه بیاد تو صورت بیاد بره. نرفت. آجی میخوام شب 6 رو ریسکی کنم برم. بریم. آجی شب 6 100% که نه 2 میلیارد هزار درصد نمیتونم برم. الان تکون میخوام. حاجی 2 ثانیه به 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه 4 ثانیه 5 ثانیه 6 ثانیه 7 ثانیه 8 ثانیه داداش خیلی زود میان. خیلی سرعت پاپی بعد زیاد شده که تمام میشه. تموم کن دیگه. چی نمیتونم شب 6 ما. وای پاپی اومد کارم تموم. بذار بیاد بکشم. داداش زده 1 دوم فقط آوردم. اینقدر که سخت بود بچه ها. واسه شبای بیشتر باید فست شارژ رو بزنیم. فست شارژ باید نباید فست رو بزنیم. فست نایت رو نباید بزنیم. باشه فست نایت تمام. فست نایت من گذاشت کنم. این کنترلرم دیگه میبریم 60 میذاریم. حاجی میخوام خیلی بازی باید آسان کنیم جایی که میتونیم. فست نایت رو خاموش میکنیم. بازی خیلی سخت بود بچه خیلی سخت. شب 3 رو بریم. شب 3 خیلی آسان تره. خیلی اصلا نه کمی آسان تره. شب 6 بدجور سخت بود.
سرویس میشه با این ربات ها. اول بسم الله میخواد این بانی تکون بخور. آجی بانی رو بدم بیا بانی تکون آجی کودنی ها. آجی اینا تکون نخورم مگه میشه بانی تکون بخوره؟ عجیب نیست. خب فاکسی اومد بزنیم جلش بدیم. بعد نور بزنیم چشاش. حلقه چشاش در میاد. 2 ثانیه در حد 2 ثانیه میره. خیلی فاکسی زود میره. اوه اینا باید چک کنم. اینو آجی این بیشور باتری دزده باید چکش کنیم. چک نکنیم دهنمون سرویس میکنه. خب چرا یه کمی بعض وقتا نورمون خاموشه؟ یا حسین کارمون تمومه. چی اومده؟ های جون مادرت های جون نیا. بدتر دیگه اوضاع خیلی ترین اوضاع مونه. یا بچه خیلی سخته آقا به قرآن نمیشه رفت بچه نمیشه رفت نمیشه. از این شب سومه واقعش خیلی سخته باجی. از اون چیزش الکی بود یه بار رفته بودیم چند باری دیگه گرفته بودیم اونا خیلی آسون تر بود. شب سوم فاکسی نمیومد فقط فاکسی بدبخت میومد. فاکسی هم نمیومد. باجی خیلی سخته بچه شب سومه اصلیش. اینقدر باید آسونش کنیم بچه خیلی سخته. فست واسه power never run out of electricity fast night time limited power never run out of electricity fast night time plus time faster rather map lockout animatronics on the minimap. بچه همیشه کل این چیزه سر این بود آفش باید کنیم. مطمئنم دیگه خودش نوشته دیگه خودش گفته بود همون. منم اونو خاموش کردم. بذار ببینم چیزا تغییر کرده. بچه خیلی بانی ببین بانی رو بدم میاد. بچه بانی رو نمیدونم چطوری باید رد کرد. بانی شاید نمیاد خیلی طول میده.
بابا فاکسی چرا همیشه اول میاد؟ ریدیم تو فاکسی. برو گم شد دیگه. فناف یک اصلا فاکسی خیلی کم میومد. رفت اولاغ رفت پیرو رفت موساله رفت. دهنش 10 متر بازه. سوال واسه من چطوری؟ چرا دستاشم نمیار پایین؟ خب آدم شد بیار پایین دستاتو دیگه. کاری نداره که. اصلا حواسم به پا. خب فاکسی فاکسی فاکس. چیکار اینجاست چیکار؟ خب اومد. چیکا اومد. حاجی فاکسی بعد جزویات اومد. جون مادرت تو نیا. همه بیان جز تو فقط. یا حسین ببین کی اومده در خدمت گذاری. بابا من فردی من چی کار کنم؟ باش غلط. آقا من غلط کردم گو خوردم. بابا این حاجی به قرآن سخت. من نمیتونم الان فیلمش ادعا کردم. حاجی مود چرا نیست؟ نکنه اصلا مودش سخته. نکنه کسخل شدیم. نکنه اولاغیم. 3 ستاره است دیگه. خب اولاغ معلومه خیلی هم سخته. کاستون نایت بچه ریدیم مثلا ریدیم بعدم ریدیم. فاکسی خیلی زیاد میاد بچه ها. ما اینه که گذاشته بودیم بخاطر این بود. 4 بار فاکس 3 بار فاکسی بیاد. ایشون هیچ بلدش نیستم. بانیو 1 بار 2 بار توی بانیو دیگه 1 خیلی آسانش دارم. گولدن فردی نه گولدن فردی و من نیستم. چیکار بلد نیستم واقعا. نمیدونم چیکار کنمش. آجی این نه اصلا فاکسی 4 بار 5 بار میذارم بیاد. چرا تو پرته منگل کارو نمیدونم چطوریه منگل. 3 5 کمی سختش. فردی نمیدونم بلد نیستم آجی. نمیری زیر تخت که نمیدونم بعد چطوریه. خب چرا شب 7 حاجی اینا هستن که خب
فاکسی جون. چرا نمیری؟ ایشون هم اومد. فاکسی هم بغلشه. یو پاپی دهنت سرویس. چرا شب هفتم چرا منم آورد؟ مگه میشه شب هفتم من میگه نمیتونم. شب هفتم چرا بیاره؟ باشی من میخوام شب یک بیاد. کاستوم نایت. What's my night? Easy. Nev and Sheeny. No problem. Night of Misfit. Foxy. Gladys Night. خب 3 بار فاکسی. اون شب اول بکنم مثلا بیبیو بدم میاد. شب اول میخوام مثلا درست کنم واسه فردی. شب اول 2 بار ایشون میاد، 3 بار 1 بار ایشون میاد، 3 بار این چیکام 1 بار. چرا شب هفتم آورد؟ ببینم کس اضافه ای تکون خورده باشه عصبانی ما. خیلی اینجاست. آقا چرا فاکسی اومد؟ من نزده بودم فاکسی اصلا نیاد. با 100 تا نور بود. داداش من دادم. یادت بایستا بمیریم. چی کن اینجاستش؟ واسه همین باشه. چرا نمیکشه؟ چند ثانیه طول داده تو تبلت میاری طولم میده چند ثانیه.
بچه میخوام ببینم چطوری نایتش رو باید بزنیم. نایتش میارم حتما. گیم اوور شدیم. مثلا نمیتونم بچه نمیتونم یه احمق بیخاصیت. بک فوکسی بش فقط 20 میخوام سخت‌ترینش خیلی میخوام سختش کنم یه شبو. من تو ساعت چند میتونم دوام بیارم. شب هفتم آورده ما رو. بچه اول مطمئنم میخواد یکی تکون بخوره. بچه خیلی خوش بابا دهنمون سرویس شد دهنمون و الان دیگه ویدیو تمامه.